شیراز حکم سیگار فروشی رو که شما بیان کردید در شروع صحبت، بازم اگر در این مورد من این یکی اومد پیش حضرت امام مالک رضی الله تعالی عنه اگر اشتباه نکرده باشم در یک موردی از این دخانیات و فکر کنم که بود که سوال کرد که حکم این چی هست. گفت خودت قاضی باش. من از شما میپرسم که آیا سیگار جز طیبات هست یا جز خبائث هست؟ یا هر موارد دیگری، تنباکو یا به هر چیزی باشه، مواد مخدر، جزء طیبات است یا جزء خبائث است؟ الله متعال طیبات رو حلال کرده و خبائث رو برای مسلمانان حرام کرده. شما الان تقسیم بندی بکنید این سیگار را، این دود را که ضرر به اصطلاح جسمانیش، حتی ضرر روحی روانیش، ضرر اصلا یعنی فطری و طبیعی و آزار دیگه مسلمانی که داره، اینا تمام محرز است. الان شما بفرمایید که آیا این جزء طیبات است یا جزء خبائث هست؟ اگر جزء طیبات هست که فکر نمی کنم کسی معتقد به این باشه، اگر جزء خبائث هست قطعا جزء موارد حرام هست و انسانی که یعنی واقعا میخواد پایبندی باشه، حتی فروختن سیگار هم، دخانیات هم مثل جزء خبائث هست و انسان نباید، یعنی در یک قاعده کلی داریم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، انسان مسلمان نباید به خودش و نباید به دیگران ضرر برساند. اون کسی که سیگار میفروشد در واقع به دیگران ضرر میرساند، گرچه ظاهرا برای خودش یک نفع مادی دارد اما ضرر به دیگران هست قطعا. و اون کسی که سیگار هم مصرف میکند، دود میکند، ضرر به خود هست. در اسلام یعنی خود آزاری و ضرر رساندن به خود هم حرام هست و به دیگران هم حرام است. بنابر این قاعده کلی و بنابر این که اسلام یعنی خبائث رو حرام کرده، قطعا سیگار هم جز خبائث هست و جز اشیاء مضر هست که حتی خرید و فروشش و حتی استفاده از اون و در واقع دود کردنش هم جایز نیست.